سلام علیکم گایز. تو ادامه جستجو واسه کتاب انیمیشنیمون اومدیم سراغ ناشنان کودک و نوجوان، چون هر سال میشه اینجا کلی کتاب مانگا و کمیک پیدا کرد و همونطور هم که حدس میزدیم تدا نشر ماد و انتشارات نگاه آشنا کلی کتاب مانگا داشت که البته اگه جزو آدمایی هم هستین که با بی‌محلی کردن کتاب رو مجازات میکنن، میتونید برای خوشگلاسیون کتاب خونتون استفاده کنید، چون کلی اینجا کتاب جذاب داریم. بعدش رفتیم سراغ غرفه کمیکا که کلی کمیک ایرانی و خارجی داشت و یه سری تکنولوژی که شما میتونید گوشیتون رو بگیرید جلوی کتاب و براتون موشنش پخش بشه و شما توت ذوق بشید. اگه کتاب رو برای به خواب رفتن نمیخواید و به سفر رفتن میخواید، میتونید این سفر رو با اولین زن قهرمان ایرانی که از شاهنامه گرفته شده تجربه بکنید. ولی اینجا یه چیز جذاب دیگه هم داشت، کتابای هیس کمیک، کتابایی که نوشته ندارن و شما باید با تصویرها داستان رو دنبال بکنید. خوبی سالن ناشران کودک و نوجوان به اینه که شما میتونید کلی دیزاین دکور جذاب ببینید و توچه درونتون فعال بشه. البته برای من ناقص بود چون نذاشتن اون بادکنک رو بتره کنم. غرفه کانال پرورش فکری علاوه بر کلی کتاب جذاب و خاطره انگیزی که داره، اون پشت مشتا جایی که اصلا فکرش هم نمی‌کنی یا هیچ انس و جنی به فکرش نمیرسه، کتابای مطالعات انیمیشن رو قایم کرده بودن. خیلی ممنون از همراهیتون. توی قسمت بعدی میریم سراغ سالن اصلی، پس با ما همراه باشید.